ما جعل الله نگردانید الله لرجل برای یک شخص من قلبین دو قلب که در یک شرک در دیگهش توحید باشه فی جوفه در سینه ازی یک دل است یک عقیده را قبول داره دیگه چطور مصالحه شوه چطور موافقه قطع از صورت بگیره موافقه شده میتونه کلا یک حالتی غلط دوم و ما جعل ازواجکم نگردانیده خانمایتانه اللایی امو خانمات تو ظاهرونه که شما زهار میکنی منهن ازمی خانمایتان امهاتکم چی نگردانیده امهاتکم مادرای حقیقیتان نگردانیده که مادر جور شوه این دوم نظریه جهالت است الله رسم جاهلیت باطل میکنه در زمان جاهلیت هر کسی که منکوحی خدا خانمی خدا میگفت که تو به مثل پشت مادرم هستی یعنی که به یکی از اعضای مادری خود یا به مادری خود تشبیه میداد این را به نام زهار یاد میکنه باز دیگه که میگفته تو به مثل مادرم باشی یا تو به مثل پشت مادرم شکم مادرم این اعضای مادر مشابهت میداد بس این را زهار میگفت و این خانمش ابدالآباد به منزلی چی میشود مادر نکاح دیگه حرام میشود الله تبارک و تعالی این رسم جاهلیت مایده کرد یکی خودی همی گفتن غلط گپ است ای که جرم است الله از امو خاطر الله برش کفاره مقرر کرده اگر کسی این طور کلام از دهنش برایه و باز امی خانمی خود به خانمی نکاحش ادامه میده باید جریمه را بپردازه باید چون که این قدر بی قدری کرد بی احترامی کرد در مورد اهل خود باید بسیار محتاط می بود زندگی خوب بکنه میایه در سپاره 28 بخیر در سوره مجادله این موضوع زهار باز میایه که اونجا کفاره بپردازه لیکن اگر کسی همی کار کرد خانمش مادر نمیگرده ابدالآباد حرام نمیشه کفاره میده پس خانمش خانم است مثل که پشت سر حکمش میایه ایام در زمان جاهلیت یک حکم بود او اینمی خانمش با وصفی که اولاد می داشت بیچاره دیگر راه برای بگوی باقی ماندن برش باقی نمیماند در بدر میشود خاک بسر میشود اینجا اولادش و اینجا دیگه باز قطعی باقی ماندن نمیتونه دیگه چقدر ظلم بود الله تبارک و تعالی ظلم میده کرد از بین برد دو رسم جاهلیت سوم و ما جعل ادعیاکم نگردانیده کسایی که شما چی آواز میده بچه خونده برش میگه ابناءکم بچه حقیقی شما نگردانیده بچه خونده ها بچه حقیقی نیست یعنی مثل بچه حقیقی واره که زنش سری تو حرام باشه نه او بچه خونده است ذالکم قولکم این گفتار شماست بیافواهکم یعنی به زبانتان سخنی است بلا دلیل که بچه خونده عینی بچه شده نمیتونه والله یقول الحق الله تبارک و تعالی بیان میکنه حق و هو یهدی السبیل الله راهنمایی میکنه امور رای درسته رای حق و درسته الله راهنمایی میکنه از او خاطر حکم در قرآن بیان کرد اگر کدام فرزند کسی به فرزندی میگرفت که ما شما او را بچه خونده میگیم بازو را به مثل بچه حقیقی خود فکر میکرد اگر زن برش می آورد او سنو گفته میشد و سنو را اگر بچهش و امی بچه خونده وفات میکرد سنو را به نکاح گرفتن نمیتونستن این را عینا مثل بچه حقیقی واره فکر میکردن و همچنان در معامله میراث و هم گپا مثل بچه واره در کل معاملات او را شریک میدانستن با تاسف که این رسم جاهلی بود و الله تبارک و تعالی این رسم از بین برد اگر کسی را بچه خونده بگویی بچه خونده بچه حقیقی نمیشه از او خاطر الله منع کرد که کسی بگویه بچه فلانی کسی که او را گرفته با بچه خوندگی بچه فلان امو نفر بگویی بلکه با پدر اصلیش منسوب کنه مثل که پشت سر اینجا الله تبارک و تعالی ما را حکم میکنه امروز هم در این مردم ما این رواج است کسی را که یک دفعه بیادر خونده و خواهر خونده بگویه باز قطعی از او نکاح نمیکنه خیرت است این را بیادر خونده گفتیم یکی با سری از اثرای غلط مرتب میکنه بیادر خونده است دیگه دست برش میده در یک خانه خلوت قطعش میکنه در موتر قطعش سفر میکنه دیگه هیچ گپی نیست چرا بیادر خوندیم است خوار خوندیم است این گپا غلط است بیادر خونده بیادری واقعی نمیشه خوار خونده خواری حقیقی نمیشه قطعی از نکاح درست است قطعی از دست دادن غلط و حرام است قطعی از صحبت و خنده و مذاق نادرست است این کلش نادرست است ولی با تاسف تعالی در مردم ما این گپا بسیار چیسته رواج است یک بچه یک دختر طلبگاری میکرد میگه این خو خوار خونده است من نمیگیرم
چرا؟ این برای من حرام است، خوار خوندیم است. ما گفتم کی ایره خوار گفته؟ خواری دموسته که از پدر و مادر یا یک از طرف یکی از یا قطعی تو یک جا باشه، در یک نسب باشه، پدر قطعی مادر قطعی یا اردو قطعی. او وقت بری تو که یکیش چی اعیانیست دیگهش علاتی دیگهش اخیافی، بله چیستا مادر قطعی رضاعیام شده میتونه که اخیافی برش میگه اینی خوارای توست، دیگه خوارا بری تو خوار نمیشه اگر 1000 دفعه تو بگویی. از همون خاطر بعضی مردم ها به نام بچه خونده میگیره، بازو را کلان میکنه در حالی که او بیگانه است، بازو محرم خانش نمیشه. وقتی که بالغ میشه مثل که پرده از یک نفر دیگه فرض از سری امی خانم، اینمی قسم پرده از امی بچم سرش چی میشه؟ فرض میشه. ولی با تاسفی کارای مردم نمیکنه، او را عیناً مثل بچه خود یا برادر خود میدانه. این غلط گپ است. بله یک را داره که او را یکی از قارب تو چی شیر بده، مثلا امشیریت شیر بده که برات خوارزاده شوه، زنی بیادرت شیر بده بیادرزاده شوه، یا مادرت شیر بده که بری تو برادری رضاعی شوه. اینی قسم امکان داره. در غیر از او این عین بچه شده نمیتونه. امو قسم بیگانه است، تمام احکام بیگانوار قطع از او اجرا میشه در دین. پیغمبر علیه السلام هم زید ابن حارثه رضی الله عنه را ایرا متبنای خود جور کرده بود. در او زمان رواج بود. او چطور جور شده بود؟ قطعی مادری خود زید رضی الله عنه در یک موقع روان بود، امی او باشا و مردمای اختطافچی پیدا شدند، این بچه را از دست مادر پراندند، آوردند او را در بازار عکاظ می فروخت. حکیم ابن حزام رضی الله عنه، حکیم ابن حزام هم صحابی است که در خود بیت الله تولد شده. این وکیل تجارت خدیجه رضی الله عنها بود. این گرفت امیر خرید به نام غلام و این قطعی خدیجه رضی الله عنها موجود بود. زمانی که پیغمبر علیه السلام قطعی خدیجه رضی الله عنها ازدواج کرد، این را به پیغمبر علیه السلام بخشید. پیغمبر علیه السلام هم او را آزاد کرد و همینجا گذاشت. پدرش چقدر وقت بعد آمدن دنبال امی زید. پیغمبر علیه السلام گفتن که خوب بچه ماست. پیغمبر علیه السلام گفت از خودش سوال کنه، اگر راضی باشه رفتن با شما ما کدام اعتراضی نداریم. وقتی که به زید رضی الله عنه گفتن، گفت نه، ما سری پدر و مادر خود کی را ترجمه میدم؟ محمد رسول الله را. او کمالات که او دیده بود، او حالات که او دیده بود. چی میکرد یک پدر و مادری که چیسته فقط غم نان و نفقهش بخوره؟ مردم قطعی کسی میروه که او تربیت روحیش میکنه، جنت برش کمایی میکنه، با او طور مردم میروه. از او خاطر پدر با همراه پدر و مادر خود نرفت. پیغمبر علیه السلام هم باز بعد از او بریزی زن گرفت، زینب بنت جحش رضی الله عنها که از خون خاندان پیغمبر علیه السلام است، قریشی است. او را به نکاح گرفت، لیکن قدرت الله تبارک و تعالی توافق در بین نآمد و زید رضی الله عنه طلاق میداد زینب رضی الله عنها را. پیغمبر علیه السلام هر قدر نصیحت کرد، او مشوره میکرد قطعش. پیغمبر علیه السلام برش مشوره نداد، گفت نه نگاه کو، حقوق مراعات کنی، خیر است. با وصفی که الله تبارک و تعالی جبریل امین روان کرده بود، پیغمبر علیه السلام خبر کرد که زید رضی الله عنه زن طلاق میکنه و اینمی زن در نکاح تو میه به خاطر باطل کردن رسم جاهلیت. اینجا شما میدانید که رسوم جاهلیت باطل کردنش چقدر امر مهم است و الله چه قسم انتظام میکنه. از همون خاطر با وصفی که پیغمبر زید رضی الله عنه را میگفت که طلاق نده، لیکن او طلاق داد و بعد از او پیغمبر علیه السلام ای را به نکاح گرفت. مردمای معترض، کسایی که دین خوش نداشتن، بهترین موقع تهمت یا بهترین موقع چیست تبلیغات برش میاثر شد. یک دم آوازه شد در بین مدینه منوره که این پیغمبر علیه السلام چی کرده؟ بگوی سنای خود نکاح کرده. اوهو، این گپ بود که بسیار شیوع پیدا میکرد. بسیار. الله تبارک و تعالی به دست پیغمبر علیه السلام با وصفی که پشت سر ازی اینی قدر شایعات و تبلیغات هم وجود داره، ولی ازی که به دست پیغمبر این جاهلیت از بین بره، الله تبارک و تعالی در نکاح پیغمبر نکاح امی زینب رضی الله عنها را الله بسته کرده. زوج ناکها پشت سر بر ما میآید و افتخار میکرد سری دیگه از ازواج مطهرات که نکاح مرا الله بسته کرده در آسمان ها. از او خاطر این رسم جاهلی را الله تبارک و تعالی باطل کرد. معلوم شد که رسومات جاهلیت باطل کردن این امر خیلی ضرور است و اول باید خود آدم میده کنه. من نکاح خود در بین عام مردم مشهور شده. چطور مشهور شده؟ نکاح را در بین دو عید بسته نمیکنن. یکی
دوم در نکاح ها عجیب رسومات است، چاقو را میارند و چیزا را میارند. من نکاح خود در مسجد بسته کردم، در پیش روی کل مردم روز جمعه بسته کردم که کل مردم موجود بوده و در ماه شوال بسته کردم، چرا که نکاح عایشه رضی الله عنها هم در ماه شوال شده، بلکه سنت طریقه است. مردم ای را بد میدانه، بدشگون میدانه، او در حقیقت سنت است. و بعد از او عقد نکاح در مسجد صورت گرفته، به این خاطر که به مردم بگویم که این اوهام پرستی یا این شیطانت پرستی که هست این کلش غلط است. بله این بسته کردن و نابسته کردن، الله تعالی قرآن یاد داده، سورت ها را سری خود بخوان چف کو، انشالله کسی بسته نکرده نمیتونه. هر قدر که در جادو عقیده میکنی همون قدر سرت تاثیر میکنه، همون قدر سری تو کامیاب میشه. این کارا و این رواجایی که در تویا شده بود این مکمل باید از بین بره. امروز امیر رسمای جاهلی را ملا امامی را امور ترغیب داده، ترویج داده میره. آینه مصحف است، دختر و بچه را یک جای ساده میکنه، همه اعضایش معلوم میشه، رویش معلوم میشه، دست دیگه شریر ده انگشتش میده، مچم چی میکنه، قرآن ده سر میگیره که ما دیگه خداحافظی کردیم، دیگه قرآن سر و کار نداریم. رقم کارا را ایجاد کرده، کلش در دین نیست. این فقط رسوایی است، این بی غیرتی است. شما باور به الله بکنی، زن از توست است یا از مردم؟ رویش تو ببینی یا مردم؟ این خود جور کرده دارایشگاه رفته برای تو یا برای مردم؟ در شهر میگشتانه کلگی قطش یک جا است، کامرام ایره از اول تا آخره. این فیلم در دستی کی میفته؟ دمو فیلم هم شریعت است، مادریت است، خود جور کرده هر قسم صورت ها را پشت سر بخیر آیت های حجاب میآید که زمان جاهلیت اولا، در جاهلیت اولا خیلی بی حیایی بود یا در جاهلیت در اسلام پیدا شده، این خیلی مهم است. و کامرا نداشتن و فیلمایشان 1000 سال باقی نمیماند. از تو فیلمای تا چقدر ساله باقی میماند، در جیب هر جوان عکس تو وجود داره. این کلش بی غیرتی و بی عزتی است. کسی غیرت تو دین داشته باشه این کارا رو نمیکنه. و ملا صاحب بعد در اینطور مراسم قطعا شریک نشه و عقد نکاح را بسته نکنه. خب ملا صاحب به خاطر 1000 روپیه هر نوع گپ کی باشه در موتل میره، اونجا ساز شروع است، میگه ما در کمری علایده و ملا صاحب کمری علایده امو ساز صورت خودم گوشت میرسید، تو چرا بسته میکنی؟ ما براتون گفته بودم در دیگه ترجمه ها هم که اگر کسی برای آدم بیا که برش بگویه به می آدم خیرت کجا میبری؟ نکاح بسته کردن. برش بگویه که برو نکاح بسته نکن، امو تو رو توافق آمده، وای حالی خود زنا میشه، حالی خود حرام است، دینی ما ایره قبول نداره. دینی تو ایره قبول داره که رقص شوه، ساز و سرود شوه، او حرام نیست. یکی را قبول داری، یک گوشی دین قبول داری، دیگه گوشی دین قبول نداری. اگر حرام است خو دویش حرام است. خو این طور بگو آن چیزی که مطابق هوا و هوس است او پروا نداره، و آن چیزی که مخالف هوا و هوس است که مردم طعنه نده از امو خاطر این کار کرده رویستی. الله رحم بکنه. پیغمبر علیه السلام زینب رضی الله عنها را نکاح کرد، این رسم جاهلیت از بین برد. آل شما بگویه که پیغمبر چقدر مورد طعن و لعن واقع شده، چقدر گپا برش متوجه شده، چقدر سختی را متحمل شده در می گپا. راستیتان بگویه ما امروز از یک نام میترسیم که مردم ما را سنت عمل نمیکنیم، باز مردم ما را اینطور میگه. تنظیم و جماعت ما نه گپا خو حق است، خو اگر ما این را اجرا کنیم مردم ما را فلان نام میمانه، ما را 1000 نام بمانه، خو ما حق باید بیان کنیم. الله توفیق بده که سنت ها را زنده کنیم. 1000 نام سر ما بمانه، هیچ کدام گپی نیست. و ما جعل ادعیاءکم نگردانیده بچه خونده هایتان، امو کسایی که شما به فرزندی گرفته، ابناءکم بچه فرزندای واقعی حقیقی تان نیست. ذالکم قولکم، خو گفتار شماست، بیافواهکم به زبانتان، یعنی بلا دلیل است، سخنی بی دلیل است. والله یقول الحق، الله بیان میکنه حق، و هو یهدی السبیل، الله راهنمایی میکنه راهی که واقعا مردم ده حرج تکلیف واقع نشوه، راهی درست باشه. ادعوهم، نام بگیره آواز بده یاره، لآبائهم به پدرایشان، ای بچه فلانی بچه فلانی. عربا همیشه ابن عمر، ابن عباس، ابن مسعود، ابن چیسته زبیر، اینمی قسم کلش ابن است. در کنیه پدر خیلی کم میاد، در کنیه اب بسیار کم استعمال میشه. از خاطر عربا بازیر استعمال میکرد. از همون خاطر زیده ای بچه محمد نگویه، بلکه بچه حارثه بگویه. هو اقسط عند الله، خیلی اینمی ادب، خیلی اقسط به انصاف است عند الله، بنزد الله تبارک و تعالی.
اینه منافقین بالای پیغمبر اعتراض نکنه. چرا که پیش الله خیلی کلمه با انصاف است. فإن لم تعلموا آباءهم، اگر شما یاد ندارین نمیفهمه نامای پدرایشان، فاخوانکم فی الدین، ای برادرم یا اخی، اینطوری بگو برش. پس یا برادرایتان است در دین، و موالیکم، یا دو معنا داره موالی، یا مولای فلان، نگوی ابن محمد نگوی مولا محمد. مولای کی؟ چرا مولا هم غلام هم میگه آزاد شده را، و هم غلامی که آزاد نشده باشه. مولا بادار هم میگه خوب معلوم میباشه چون که آزاد شده. یکی یا مولا دوست است، دوستم، جگر گوشم اینطور صدا کن. ولیس علیکم جناح، نیست بالای شما جناح تنگی و گرفتی گناه، فیما در آن چیزی که اخطأتم شما خطا میکنی، بهی خطا میکنی به حکم، یعنی خطا میشه ناگهان در زبانتان میاد، چون شهرت پیدا کردنی زودی کرده در زبانتان بیا که زید ابن محمد. اینطوری اگر گفتی خطااً قصداً، نه، الله شما را نمیگیره. که در خطا نمیگیره، در فراموشی خود به طریق اولا نمیگیره. ولکن ما تعمدت، لیکن گناه از سر شما، ما در آن چیزی که تعمدت قصد کرده قلوبکم، دلهای شما، که با قصدی کار گفته. امی بچه را بمو، کسی که بچه خونده گفته شه بمو نسبت میکنه، اینجا شما گناهگار میشه. در حدیث هم پیغمبر علیه السلام میگه کسی که خود نسب خود نسبت خود به دیگه کس میکنه، یه از جمله گناه های کبیره است. و کان الله غفور رحیما، هست الله تبارک و تعالی بخشنده، یعنی اگر خطا میشه الله بخشش میکنه. رحیما، رحم کننده است که راههای طریق گفتن براتون یاد داد که چه قسم آواز بده. النبی اولا بالمؤمنین، پیغمبر علیه السلام خیلی لایق است، بهتر است، خیلی نزدیک است، بالمؤمنین، به مؤمنا. در تمام تصرفات پیغمبر برای شما نزدیک است. آل بیان عظمت پیغمبر، رسوم جاهلیت سیر رد کرد. آل آداب در مقابل پیغمبر چیست؟ پیغمبر چی مقام و منزلت داره؟ النبی، پیغمبر علیه السلام، اولا زیاد مهربان شفقت کننده است، بالمؤمنین، به مؤمنا، من انفسهم، از نفسای خودشانم. از نفسای مؤمن کده پیغمبر خیلی مهربان و مشفق است. چرا؟ نفسای ما را دعوت میده به خواهشات که سبب هلاکت ما میشه. نفس ما شراب طلب داره که سبب گناه عظیم میشه، زنا طلب داره، بگوی حرام طلب داره، نعوذ بالله، کلش موجب هلاکت انسان است نفس. او پیغمبر علیه السلام در یک معامله و امر خلا به او طرف ما را دعوت نمیده که سبب رنج ما باشه، تکلیف و عذاب ما باشه. مکمل سراسر ما را دعوت میده به چی؟ به سوی آن چیزی که سعادت و نیکبختی ماست. شما بگوی که نفس ما بهتر است یا پیغمبر؟ پیغمبر بهتر است. که وقتی پیغمبر بهتر است، مشفق است، مهربان است، گپی کی را قبول کنیم؟ اطاعتی کی را بکنیم؟ اطاعت پیغمبره. این همینجا است. نفست میگه محبت با پیغمبر میکنیم، روزی تولدش است شوله پخته میکنیم، لیکن اونجا پیغمبر برات میگه و ایاکم و محدثات الامور، خدا نگاه کنی از چیزایی که جدید پیدا میشه. چرا؟ فإن كل محدثة بدعه، تمام چیزای نو پیدا شده چیست؟ و کل بدعت چیست؟ ضلالت است، گمراهی است. چرا گمراهی را اختیار میکنی؟ نبی خو اولاست. و ازواجهم امهاتهم، خانمای پیغمبر علیه السلام، منکوحات پیغمبر علیه السلام، امهاتهم، مادرای مؤمناست. در وجوب تعظیم، در حرمت نکاح بعد از وفات پیغمبر، در وجوب تعظیم، مثل که مادر قابل تعظیم و احترام است و امور رقم محبت قطعی مادر داری، مادرای مؤمنا هم قابل تعظیم است، امور رقم محبت هم قطعش داشته باشی. مثل که نکاح با مادر نمیشه، نکاح با منکوحات پیغمبر علیه السلام قطعا یک مؤمن نمیتونه که قطعش نکاح بکنه. چرا؟ ازواج مطهرات مثل مادرای محبوب و محترم باشه. چرا؟ مادرای ما حفاظت ما را کرده، تربیه کرده، ما شما را تکلیفا را برداشت کرده، برای کلان کردن، برای پرورش دادن یا زحمت کشیده. لیکن ازواج مطهرات پیغمبر علیه السلام تربیه روحی و معنوی ما را کرده.
امو مسائلی که درون است، زیر لحاف است، در بستر تعلق دارد، در خانه پیغمبر تعلق دارد، از اون مسئله تو کی آگاه می شدی؟ اگر ازواج مطهرات نمی بود و بری تو نمی رساند. از او خاطر تو باید همین قسم احترام ازواج مطهرات بکنی. یکی و دیگان نکاح نمیتونی بعد از وفات پیغمبر قطعی از یا و اولو الارحام بعضهم. البته وقتی که پیغمبر از نفس ما بهتر ازواج مطهرات برای ما مادر وارد شد، خیر کل ما یکی از دیگه خود میراث میبریم. الله میگه نه، مبنای میراث به این گپا نیست، مبنای میراث به قرابت است، یعنی قرابت نسبی. و اولو الارحام رشته دارا، کسانی که صاحبان رحم هستند یعنی صاحب رشته است، بعضهم بعضی از یا اولا خیلی نزدیک و بهتر است، حقدار هستند به میراث به بعض از بعضی دیگرا، یعنی هر کس که نزدیکت داره خیلی اونو میراث میبره، دور میراث برده نمیتونه. فی کتاب الله، در حکم الله تبارک و تعالی، یعنی دو حکم الله که در لوح محفوظ نوشته شده، من المؤمنین والمهاجرین، اولا بهتر هستند از عام مؤمنا و المهاجرین از مهاجرا، یعنی ایمان هم سببی وراثت شده نمیتونه. و یکی و دوم حاجت، ضرورت هم سببی وراثت نمیشه که هجرت است، کسایی که با مبنای هجرت هم میراث تقسیم نمیشه. الا ان تفعلوا الى اولیائکم، مگر اگر شما بکنی انجام بده به سوی اولیایتان، یعنی او کسایی که قطع شما رابطه داره که مؤمن و مهاجر باشه، معروفن احسان نمودن، هدیه به طریق هدیه بده، بخشش بده، چرا که میراث خبر از وان نمیرسه، لیکن رشته قرابت قطعیت از طرف دیگه داره، مثل خوارزاده واره دیگه بده برش، امو تو احسان قطعش بکو. کان ذلك فی الکتاب مسطورا، هستی نمی حکم الله در کتاب لوح محفوظ مسطورا نوشته شده. و اذ اخذنا من النبیین، در آن قابل یادآوری است تعظیم پیغمبر خود بر ما بیان کرد. یکی از تعظیماتش است که ما ازواج مطهرات احترام کنیم، بد دورت نگویم به ازواج مطهرات. پس کسایی که نعوذ بالله در حق ازواج مطهرات تنقیص میکنه، نسبتای زشت میکنه، مثل که یک طایفه به عایشه رضی الله عنها زانیه میگه، این مردم امتی پیغمبر شدن نمیتونه، اذیت میده کی را؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. از او خاطر در مورد ازواج مطهرات بالکل محبت شفقت آدم داشته باشه، احترام داشته باشه، یک نوع گپی سوره نسبتش طرف از او نکنه و یک نوع انتقاد سرش نشوه. و اذ اخذنا، قابل یادآوری در آن وقتی که گرفت من النبیین از انبیا علیهم السلام، میثاقهم وعده محکم از یا، و من کاستوم گرفتم پیغمبر علیه السلام، و من نوح از نوح علیه السلام و ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام که بچه مریم بیبیست.